سلام چطورید بچه‌ها؟ خیلی وقت بود نیومده بودم توی یوتیوب براتون ویدیو بذارم. بنابراین امروز اومدم با یه ایده خیلی جالب که مطمئنم حتما خوشتون میاد. بذارین کلا داستان رو براتون تعریف کنم. من از اولش اومدم گفتم خب من یه پیج درست میکنم که توش درباره کالیمبا میذارم، کالیمبا یاد میدم، کالیمبا مینوازم و حس و حال کالیمبا نوازی رو به دیگران هم منتقل میکنم. و گفتم که خب من حتما میتونم 100 تا سابسکرایبرز جمع کنم، بنابراین من میشم یه یوتیوبر خیلی خفن. ولی خب اینا همش یه خیال بافی بود و واقعا نشد. بنابراین من هی ویدیو گذاشتم، هی مثلا ویو نخورد و اینا. یعنی بیشترین ویویی که ویدیوهای من توی یوتیوب خورد 530 تا ویو خورد. یعنی تا الان هم بیشترم حتی نشد، از 529 تا شد 530 تا. و تصمیم گرفتم که خب اینجوری نمیشه یوتیوبر شد و اینجوری نمیتونی زندگیت رو با دیگران به اشتراک بذاری. بنابراین تصمیم گرفتم در کنار کالیمبا نوازی زندگی روزمرم رو هم برای شما به اشتراک بذارم. یعنی پیج من از همین فردا که منتظرش هستید، از همین فردا از کالیمباریسم به زندگی روزمره من تغییر میکنه. و میتونم بگم به جای اینکه یکی از کالیمبا براتون بذارم و ویوی نخوره و شما هم لذت نبرید، از فردا زندگی روزمره خودم، از جمله درست کردن پادکست هام، کتاب خوندنم، نقاشی کشیدنم، تفریحاتی مثل بیرون رفتنم و حتی نواختن ویولنسلم رو براتون به اشتراک میذارم. امیدوارم که لذت ببرید از این ایده من و واقعا به نظرم این یه ایده خیلی کاربردی تر بود، هم برای سرگرمی من هم برای سرگرمی شما. و اینکه به نظر من پیج نباید تک‌بودی باشه. به نظر من میتونیم در کنار کالیمبا، ویولنسل، پادکست و چیزهای هنری، چیزهای روزمره مثل نمیدونم استخر رفتن، ورزش کردن، غذا خوردن رو هم وارد چنل یوتیوب بکنیم. بنابراین از فردا با من همراه باشید. همونطور که میبینید امروز 13 تیره و من الان دارم فکر کنم ساعت 9:30 که دارم براتون این ویدیو رو ضبط میکنم و امیدوارم که واقعا منتظر من بمونید تا فردا. از فردا با ویدیوهای خیلی خفن و جذاب میام و با هم این تابستون خیلی گرم و میگذرونیم. با من همراه باشید.